دوستای عزیزم سلام، به خوابنگار تاروت خوش اومدید. امیدوارم که حال تک تکتون عالی باشه و روز خوبی رو تا به الان سپری کرده باشید. امشب در خدمتتون هستم با فال هفتگی این هفته، اتفاقات هفته اول بهمن ماه برای شما عزیزان. میخوایم ببینیم که تو هفته اول بهمن ماه چه اتفاقاتی قراره که پیش بیاد. پس لطفا نیت کنید و این ویدیو رو لایک کنید که انرژیتون رو این کارتا بیفته و عدد 322 رو تو کامنت ها برای من بنویسید و بریم ببینیم که برای شما عزیزان تو هفته اول بهمن ماه چه اتفاقاتی قراره که پیش بیاد. لطفا دقت کنید که این فال همگانیه و ممکنه برای همه صدق نکنه. پس اگه فال شخصی میخواید با شماره که این سی می‌نویسم تو تلگرام ما در ارتباط بشید و اگه دلتون میخواد ویدیوهای بیشتری از ما ببینید این چنل رو سابسکرایب کنید. بریم ببینیم که تاروت لنورمان برای شما دوستان عزیز برای هفته اول بهمن ماه چه پیشبینی رو میخواد که داشته باشه. خب نیت کنید، لایک ویدیو رو هم بزنید. خب این از تاروت و برای پیام مهم این هفتم چند تا کارت لنورمان میکشم براتون. خب دوستان عزیز، چیزی که تو این فال برای شما عزیزان مشخص شده، یه مقداری ممکنه که تو این هفته انرژی هاتون بیاد پایین. ممکنه که روابط عاطفیتون یکم متشنج بشه، جوش یکم اوضاع احوال عاطفیتون نابسامان بشه. ممکنه اشک بریزید که علت این مسائل بیشتر به خاطر یک سری انرژی منفی هاست که براتون اینجا به عنوان راهکار افتاده که باید سعی کنید پاکسازی کنید و ترجیحاً تنها نمونید. یعنی سعی کنید که مثلا حالا بیشتر تو جمع خانواده باشید یا بیشتر با دوستانتون باشید تا این فکر و خیال ها از ذهنتون بره کنار. چون دارم میبینم که انگار افکار منفیتون انقدر زیاد میشه، ممکنه باعث بشه یک سری اتفاقات ناخوشایند برای شما دوستان عزیز بیفته. ممکنه این هفته در اوایل هفته یه مقداری بدبیاری و بدشانسی داشته باشید. حالا هر کاری که میخواد شروع بکنید انگار خراب میشه، انگار با مشکل مواجه میشه، انگار اونجوری که دلتون میخواد پیش نمیره. باید حواستون به کلاهبرداری مالی باشه. حالا این کلاهبرداری میتونه توی سرمایه گذاری باشه، تو شروع کاری هست که شما میخواید داشته باشید، یا اینکه میتونه یه حالتی باشه که مثلا شما یک جنسی رو آنلاین سفارش بدید ولی براتون نفرستن، یا اون چیزی که میفرستن اون چیزی نباشه که شما سفارش دادید. به هر حال خیلی حواستون باشه روی این مسئله. یک مقدار جر و بحث، ناراحتی دارم میبینم که بیشتر به خاطر سوء تفاهم و انرژی منفی ها میتونه باشه. دوستانی که به تازگی کسی رو از دست دادن یا رابطه ای رو کات کردن ممکنه این هفته حال احوالشون زیاد مساعد نباشه، همش تو فکر و خیال باشن و مدام تو ذهنشون درگیری داشته باشن. ممکنه که این هفته باشه که شما بیشتر از همیشه به خودتون از نظر کاری فشار بیارید، بخواید سخت کار کنید. یه عده از دوستان دارم میبینم که برای یک مراسم دوستانه، یک دوره همی دوستانه ممکنه برنامه‌ریزی کنن که این دوره همی خوب پیش میره و حالا هوای شما رو عوض میکنه. این هفته ممکنه تصمیمات عاطفی که میگیرید رو بعدش پشیمون بشید. پس سعی کنید اصلا عجولانه در رابطه با مسائل عاطفیتون به هیچ عنوان تصمیم نگیرید. دارم میبینم که احساس تنهایی ممکنه سراغتون بیاد که این احساس تنهایی
خیلی حالتون رو بد میکنه و باعث میشه یک سری افکار منفی به سمت ذهنتون هجوم بیارن و انگار بدترین فکرها تو سرتون بیاد که این فکرها رو سعی کنید جدی نگیرید. یک ضرری مثل تصادف دارم میبینم، ضرر مالی ممکنه باشه. حواستون باشه اگر پشت ماشین یا موتور میشینید و رانندگی میکنید رانندگی تند نداشته باشید، چون در اصل سرعت زیاد میتونه این اتفاق بیفته. مورد بعدی که دارم میبینم یک سری از دوستان دارم میبینم که انگار یک امتحان، یک آزمونی رو در پیش دارن که براش تلاش میکنن، خیلی بابتش استرس دارن، ممکنه سر جلسه بشینن حس کنن چیزایی رو یادشون رفته، ولی در نهایت انگار اون استاد یا اون کسی که حالا اون درس رو باش دارید، اون معلم، اون استاد نمره شما رو بهتون میده و جای نگرانی اصلا براتون نیست. دارم میبینم که به لحاظ عاطفی، حالا روابط با دوستان، روابط عاطفیتون ممکنه یک سری چیزهایی رو بفهمید که فهمیدنش باعث ناراحتی و به هم ریختگیتون بشه، که اینجا داره نشون میده سعی کنید ریلکس باشید و حرف یا تصمیم عجولانه‌ای رو نداشته باشید که بعدش بخواد باعث پشیمونیتون بشه. این هفته یک سری دوراهی‌های مالی برای شما عزیزان دارم میبینم که این دوراهی‌های مالی میتونه یه مقداری باعث بشه که ذهنتون درگیر بشه که الان چه تصمیم بگیرم، ولی خب در نهایت تصمیمی میگیرید، شروع جدیدی رو مسیر مالیتون دارید که میتونه آینده خیلی درخشانی رو برای شما رقم بزنه، میتونه هفته پرپولی براتون باشه. علیرغم اینکه بهتون گفتم اینجا ممکنه ضرر زیاد داشته باشید، ممکنه اوایل هفته براتون از نظر مالی بد بیاری پیش بیاد، ولی خب تو اواخر هفته دارم میبینم که میتونه اتفاقات مالی خوب بیفته که البته اینجا افتاده به تصمیم گیری شما بستگی داره. انگار یک سری دورایی‌ها براتون پیش میاد که روی اون دورایی‌ها، رو اون مسیرها باید تصمیمات درستی رو به لحاظ مالی بگیرید که بتونید روش سودی داشته باشید، خصوصا کسایی که به لحاظ مالی کار آنلاین میکنن، مثلا حالا یا ترید میکنن یا چیزهای شبیه به این. انگار تصمیماتی که میگیرید میتونه خیلی برای شما، برای آیندهتون و از نظر مالی کلا براتون خوششانسی و اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. دارم میبینم که ممکنه با پارتنر عاطفیتون بحثی داشته باشید که اگر روی این بحث سعی کنید که بهش دامن نزنید، کشش ندید، این بحث میتونه برای شما به خیر و خوشی ختم بشه. ولی اگه بخواید دنبالش رو بگیرید، کشش بدید، هی حرف گذشته رو پیش بکشید، هی یه سری مسائل رو تو هم بیارید، انگار اوضاع احوال رابطتون خیلی به هم میریزه. پس حواستون باشه که یک جدایی، یک کاتی برای شما دوستان عزیز پیش نیاد، چون دارم میبینم با اینکه اون لحظه که میخواید جدا بشید، کات کنید، عصبانی هستید، به هم ریخته هستید، اما دارم میبینم که انگار این حالت عصبانیت شما در واقع میتونه باعث بشه که اون لحظه متوجه نشید که دارید چی کار میکنید تو رابطه عاطفیتون، ولی بعدش 100% احساس پشیمونی بهتون دست میده. خب دوست عزیزم، این فال تموم شد، فال اتفاقات هفته اول بهمن ماه. اگر دوستش داشتید، اگر براتون مفید بود، لطفا ویدیو رو لایک کنید. دقت کنید این فال ها همگانی هستن و ممکنه برای همه ست نکنه. پس اگه میخواید فال شخصی بگیرید، با شماره که این زیر می‌نویسم تو تلگرام با ما در ارتباط باشید. و اگه دلتون میخواد ویدیوهای بیشتری از ما ببینید، این چنل رو سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. حال دلتون خوب. تا ویدیوی بعدی به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.